سلام دوستان، من صدرام و به چنل خودتون پرسپولیس شوتایم خوش اومدین. تو این ویدیو قراره پیش‌بازی داشته باشیم از دربی، نقاط قوت و ضعف استقلال و پرسپولیس رو بررسی کنیم و به یه سری آمار و اطلاعات و وضعیت جدول تیم‌ها بپردازیم. آخرش ترکیب دوتا تیم رو حدس بزنیم و یه پیش‌بینی هم از بازی داشته باشیم. پس حتما تو ادامه ویدیو با من همراه باشین. قبل از هر چیز بگم که اگه ویدیو رو دوست دارین لایک کنین، کامنت بذارین و با دوستاتون شیر کنین، چنل رو ساب کنین، زنگوله رو بزنین تا ویدیو بعدی که میشه تحلیل دربی رو از دست ندین. یه تشکرم کنم بابت حمایتاتون. توی ویدیوهای قبلی هم کامنت ها بالا بود، هم نسبت به چنل خودمون کامنت ها بالاتر رفته بود، ویو بالاتر رفته بود و کلی قوت قلب بود. اگه تعداد کامنت ها به یه حدی برسه حتما توی ویدیو بخش خوندن کامنت ها رو هم اضافه میکنیم. یه نکته دیگه که بگم اینه که نورمون رو عوض کردیم، ولی به خاطر دربی گفتیم یه تغییری هم ایجاد کنیم، نورمون یه ذره عوض کردیم. اگه دوستش دارین کامنت بذارین بگین این خوبه یا قبلی خوب بود، نظرتون کلا بگین. دیگه خیلی وقت رو نکشیم، سریع بریم سراغ ویدیو که فکر کنم ویدیو طولانی بشه. خب دوستان، اول بریم سراغ وضعیت. اول بریم بازی چجوریه. بازی جمعه ساعت 3 بعد از ظهر برگزار میشه و داور بازی هم وحید کاظمیه توی ورزشگاه عراک. حالا تا آخر ویدیو راجع به داوری صحبت میکنیم یک کوچولو. تو ویدیو قبلی میخواستم راجع به داوری صحبت کنم که یادم رفت، ولی توی این ویدیو یه ذره راجع به این موضوع صحبت میکنم چون خیلی دیگه داره بهش دامن زده میشه. وضعیت جدول: استقلال با یه بازی کمتر صدر جدوله. 10 تا بازی کردن، 5 تا برد، 4 تا مساوی و 1 باخت. حاصل کارشون بوده 16 گل زده، 9 گل خورده و 19 امتیاز. پرسپولیس دومه با یه بازی بیشتر، 11 تا بازی، 4 تا برد، 6 تا مساوی، 1 باخت، 13 گل زده و 7 گل خورده و با 18 امتیاز پرسپولیس تیم دوم جدوله. بازی توی چند سال اخیر، حالا بجز پارسال، از نظر جدولی هم مثل بازی گذشته اهمیت داره. تیم اول و دوم جدول قراره با هم بازی کنن و خیلی اهمیت بازی رو بالاتر میبره. استقلال میخواد که این بازی رو نبازه و جاش متغیر نشه، جاش عوض نشه و پرسپولیسی که میخواد ترجیح شده این بازی رو ببره تا بیاد به صدر جدول، که اختلافش کم بشه با استقلالی که اگه بازی عقب افتادهشو ببره با سال یه امتیاز از همون جلو میفته. و میگم از نظر جدولی خیلی بازی مهمیه، کما که برای ادامه فصل هم دربی روی مسئله روحی روانی تیم‌ها خیلی تاثیر میذاره، میتونه باعث بهتر شدن عملکرد یا از اونور بدتر شدن عملکرد یه تیم بشه، چون میگم بود روحی روانی رو خیلی درگیر میکنه دربی و امیدواریم که هر جوری که هست ببریم. اگرم میخوایم استقلال رو جدول بگیریم باید این بازی رو ببریم، چون واقعا سپاهان که بازی عقب افتاده باش دارن حریف خیلی قابل اتکایی نیست، خیلی نمیتونیم روش حساب کنیم که بیاد استقلال رو ببره. اگر بخوایم میگم جاشون رو بگیریم باید خودمون ببریمش اول و میگم برای قهرمانی خب شما باید سخت‌ترین حریفاتو ببرید، از هیچ تیمی نباید بترسید. خب با شرط الان که اسمار هم به تیم اضافه شده خیلی شرط خوبی داریم از نظر روحی روانی که بیایم بازی رو ببریم. 5 تا بازی قبلی استقلال 3 تا برد توش بوده، 2 تا مساوی که پادیا و آلومینیوم و فولاد رو بردن که حالا آلومینیومشون برمیگره به قبل از فیفا دی. چرا قبل از فیفا دی رو میگم؟ چون رویکرد تیمشون قبل و بعد فیفا دی خیلی زمین تا آسمون با هم فرق میکنه که تو ادامه ویدیو بهش میپردازیم. از الوصل و الوحدات هم مساوی گرفتن که نشون میده که خیلی به الوحدات واقعا تیمی نبودش که بخوان نبرنش، یعنی خیلی تیم صد پایین بود. نمیدونم بازیشو دیدین یا نه. این از این. و توی 5 تا بازی قبلیشون 7 تا گل زدن، 4 تا گل خوردن. پرسپولیس توی 5 تا بازی قبلی 3 تا برد، یه مساوی و 1 باخت داشته. 9 تا گل زده در مقابل 7 تا گل زده استقلال و 4 تا گل خورده که نشون میده که توی 5 بازی گذشته اگر اون یه دونه باخت و فاکتور بگیریم وضعیت پرسپولیس به مراتب بهتر از استقلال هم بوده. 5 دربی قبلی 3 برد پرسپولیس، 2 مساوی بوده که با اسمار ما 0-0 کردیم باشون زمانی که جواد نکونام مربیشون بوده.
بریم سراغ این که یکم بیشتر با استقلال آشنا بشیم. خب یه سر به وضعیت مصدوماشون بزنیم. فرعباسی، منیر و مهران احمدی سه تا بازیکن بودن که تا قبل از دربی وضعیتشون نامشخص بود. منیر که به احتمال بالای 90% میرسه، خودش هم گفته بودش که میرسم و مشکلی نداره. مهران احمدی اگر خیلی مشکلش شهاد بود که به دربی نمیرسی تا الان خبرش میومد. به نظرم خبرش رو ندادن که پرسپولیس حالا یه احتمالی روی بود و نبودش بذاره، ولی میرسه. فرعباسی هم که گفته بود میرسه اصلا خودش، پس استقلال خیلی مصدوم خاصی برای این بازی نداره. ما هم مصدوممون باکیچه که اونم گفتن میرسه، یعنی اونم وضعیتش مثل منیر بوده، جفتشون بالای 90% احتمال رسیدنشون بوده و هست و امیدواریم که مصدوم برسن، یعنی باکیچ برسه. اونورم برای استقلال هم نباید روی نبوده هیچ کدومشون حساب کنیم، چون به احتمال بالا گفتم میرسن مصدوماشون. یکم از نقاط مثبت استقلال اگه بخوایم صحبت کنیم، اولیش وینگراشن، یعنی کوشکی و آسانی، دو تا وینگر خیلی خوب و با کیفیت، یعنی تعارف که نداریم دیگه، واقعا وینگرای خطرناکی هن. حالا آسانی که رو خلاقیتش، رو پاساش، باز کردن بازیش، ارسالش به تیر دو، حتی شوتاش میشه روش حساب کرد، و کوشکی که خیلی آماده است الان واقعا و توی تیم ملی هم دیدیم که چقدر آماده بود، تو بازی اخیر استقلال هم دیدیم هم دریبل میزنه، هم پاس میده، هم شوت میزنه، خیلی شوت زنه خوبی شده. کلا بازی رو سخت میکنن این دوتا برای هر حریفی که داشته باشن. یه نقطه مثبت دیگه که دارن هافکاشونه، یعنی اگه اون مثلث رزاقی یا منیر احمدی برسه واقعا خط هافک خوبی میشن. یعنی رزاقینی که خیلی خوب پوشش میده، تو یک در مقابل یکا بازیکن قوی و تنومندیه. از اونور احمدی انتقال از دفاع به حمله رو خیلی خوب برای استقلال انجام میده و خب منیری که خلاقیت رو تو خط حمله به تیمش تزریق میکنه و بهشون نظم میده. پس دوتا شاخصه خیلی مثبت دارن تو تیمشون، وینگرهاشون و هافک‌هاشون. همونطور که توی بازی قبلی گفتم شمس‌آذر که نقش دفاع‌های آخرمون خیلی حیاتیه و باید ضربات سر اول رو خوب بزنن و توی دفع توپا خیلی خوب دقت کنن. این ورم توی این بازی نقش هافبک ها و فول بک هامون خیلی کلیدیه و باید خیلی بهش پرداخته بشه. میگم امیدوارم که توی دفاع راست، تو ویدیو قبلی هم گفتم، توی دفاع راست سرجوریه برسه، چون به تجربهش نیاز داریم، به آمادگیش نیاز داریم و من دوست دارم که توی این بازی اوریه تو آمادگی 100% باشه و توی اون پست ببینمش. راجع به هافبک ها، سیستمی که اونا بازی میکنن 4-2-3-1 و سیستمی که ما بازی میکنیم 4-4-2. ذاتاً سیستم 4-2-3-1 انگار داره با 3 تا هافبک مرکزی بازی میکنه، یعنی 2 تا 6 و 8 با یه دونه شماره 10 که مرکز زمین رو میگیرن و از نظر تعداد نفری به 4-4-2 اونم انواع خطیش برتری داره وسط زمینش و اون کسی که قراره کنار علیپور بازی کنه که احتمالاً بیفومو باشه خیلی نقش کلیدی داره توی پوشش دادن فضاهای وسط زمین، اضافه شدنهاش، گزینه پاس شدنهاش، که اون کم بودن تعداد نفری تو وسط زمین رو برای ما جبران کنه. از طرفی اون دوتا هافکمون که حالا سروش رفیعی، باکیچ، خداوندلو، سرلک، هر کدومشون که فیکس باشن، نیاز به دوندگی زیاد، پویایی زیاد، پوشش دادن فضاهای بالا داره که اون برتری عددی استقلال، مثلا میگم مثلث خط هافکشون واقعا مثلث خوبیه که بتون اون مثلث رو مهار کنه و در نتیجه ارتباط دفاع به حمله رو کامل مختل کنه و ما اگه بتونیم وسط زمین رو بگیریم و از کنارها حواسمون به وینگراشون باشه، به صورت خیلی ساده و عامیانه بازی تمامه و ما میتونیم بازی رو برنده بشیم. حالا تو ادامه ویدیو بیشترم توضیح میدم راجبش. نقاط منفیشون، نقاط ضعفشون، یکیش اینه که تیمی هن که خوب شوت میخورن، زون 14 ضعیفی دارن، یعنی هافک دفاعیشون رزاقینیا باشه، اندونگ باشه، فرقی نداره، کسی که اونجا بازی میکنه نمیتونه خوب فضای جلوی دفاع رو پوشش بده و این نتیجهش میشه اینکه شوت های زیادی به سمت دروازه‌شون میره و دیدیم که چقدر از پشت محوطه گل خوردن. یه ضعف دیگه که دارن توی
ساختار دفاعیشونه، اون نظم رو توی ساختار دفاعی ندارن. حالا همه اینا رو با تصویر بهتون توضیح میدم. اون نظم رو توی ساختار دفاعیشون ندارن، چه زمانی که لو بلاک باشن، چه مید بلاک باشن، چه تو ضد حمله ها اون اینکه بخوان سریع از حالت حمله به حالت دفاع تغییر شیفت بدن، تغییر حالت بدن رو نمیتونن خیلی منظم انجام بدن و توی این لحظاته که ما میتونیم خیلی به استقلال ضربه بزنیم و پرس درستی ندارن. اگر بخوام پرس کنن اونقدر تیم نیستن که بیان خوب پرس کنن با نفرات بالا یک پرس صحیح و اصولی رو به نمایش بذارن. یکی دیگه از نقاط ضعفشون روی جابجایی بازیکن‌های حریفشون تو پست‌های جلوی زمینه. یعنی مثلا الوصلی که نتیجه نگرفتن، یکی از دلایلش بود که الوصلی جابجایی زیادی داشت. یعنی بازیکنی که دفاع راست بود خیلی جاشو عوض می‌کرد، یه جا میرفت تو هافک اضافه میشد، به حمله اضافه میشد، به تو میزد و این جابجایی باعث میشد یارگیریشون مختل بشه و نتونن خیلی خوب تیم حریفشون رو ببندن، یا اینکه فضاها رو بتونن خوب پوشش بدن. یه جا باز میشد، از یه در میرفتن و گل می‌خوردن. اینا هستش. کلا قبل فیفا دی، بعد فیفا دی، قبل فیفا دی خیلی تیم بودن که پرس میکردن و وقتی از زیر پرس در می اومد تیم حریفشون بهشون ضربه میزد. ولی بعد فیفا دی کاملا تبدیل شدن به یه تیم دفاع ضد حمله ای و اون پرس رو دیگه ندارن، کلا رویکردشون عوض شده. حالا بعد فیفا دی بازیاشون با پادیاب بوده، با الوصل بوده، با فولاد بوده. شاید یه سریا میگن که تیم استقلال نیاز به پرس نداشته، بعید نیست. یعنی شاید خودشون نمیخواستن پرس کنن. چرا؟ چون پادیاب که اصلا تیم عقب افتادن دیگه، رفتن تو حمله کردن. الوصل شاید یه مساوی براشون کافی بود، برد و مساوی الوصل هیچ فرقی براشون نداشت، به هر حال باید بازی آخرشون رو میبردن. و فولادی که شما هدف از پرس اینه که تیم حریفو یه کاری کنی بزنی زیرش، یعنی که توی دفاع اشتباه کنی تو ازش بگیری، یعنی مالکیت رو برای خودت کنی. فولاد خود به خود زیرش میزد زیر توپ، یا اینکه تو دفاع اشتباه میکردن سوتی میدادن و توپو میدادن و اصلا لازم نبود که استقلال به خودش زحمت بده خیلی پرس کنه. فولادی زحمت میکشه، اون چیزی که میخواست استقلال رو بدون پرس بهش میداد. پس اینکه شاید بیان جلوی ما پرس کنن هم میتونه یکی از آپشن ها باشه. در حال حاضر توی خط دفاعشون فشرده هستن، فشرده دفاع میکنن وقتی که توی لو بلاکن، که خیلی از وقتای بازی احتمالاً جلوی ما هم خیلی لحظاتی باشه که لو بلاک بازی کنن، ولی اون فشردگیشون ضعف‌هایی هم داره که حالا بریم رو تصاویر بهتون نشون بدم. همونطور که توی تصویر اول میبینیم استقلال توی زمانی که داره لو بلاک بازی میکنه و دفاع میکنه 4 تا دفاعشو، هم دفاع وسطا هم فول بک ها رو به داخل محوطه میکشه و فلنک ها رو به وینگراش میسپره، مخصوصا آسانی که خیلی تو دفاع برمیگرده و کمک میکنه. و میبینیم اینجا آسانی اومده فلنک رو بسته و صالح هردانی که دفاع راسته توی محوطه است کامل. ولی از اون طرف میبینیم که سمت چپ خط دفاعیشون یه فضای خیلی بزرگ و عالی تشکیل شده که از اون ور بشه نفوذ کرد، ولی الوصل از اون فضا استفاده نمیکنه. حالا ما توی اون فضا بازیکنایی که داریم عمری و سرجوریه هستن اگر اوریه برسه، و باید حواسمون به اوورلودها و آندرلودها باشه. یعنی اوورلودهایی که با بیفوما، اورونوف و علیپوری که حالا میتونه اضافه بشه، سروشی که میتونه اضافه بشه، میلاد محمدی که میتونه اضافه بشه سمت چپ قراره درست کنیم، و آندرلودهایی که سمت راست با عمری و اوریه 2 نفری اون ور فضای خالی استفاده کنن درست کنیم. و اگه این اوورلود آندرلودا رو بتونیم ترتیبش رو رعایت کنیم و درست انجام بدیم، خیلی میتونیم به دفاع استقلال ضربه بزنیم. تشریف بریم تصویر بعدی. همونطور که تو این تصویر هم میبینین استقلال اومده دوباره 4 تا دفاع خودشو جمع کرده و بازم فلنگ دست یاسر آسانیه، یعنی کنار خط رو داده توی یاسر آسانی. پس متوجه میشیم برنامه‌شون برای لو بلاک و مید بلاک یکیه که کنار خط رو به وینگرشون بسپارن و دفاعشون رو جمع کنن تا فضاها رو کامل پوشش بدن. تشریف بیارین تو عکس 3 وقتی میگم که دفاعشون بسته است، با نفرات بالا دفاع میکنن ولی ضعف دارن، تو این تصویر مشخص میشه. تو این تصویر میبینیم که صالح هردانی، سامان فله، آشور ماتوف و گودرزی روی یک خط هستن و اندونگ، احمدی، رزاقی، نیا جلوترن. حالا اینور بازیکن دارن باز روی فلنک، ولی اتفاقی که میفته اینه که یه دونه بازیکن الوصل که مارکش کردم
بین 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال فضا داره و فضا براش ایجاد میشه و کسی این بازیکن رو نگرفته، در صورتی که باید یارگیری میشده. نتیجه این فضا دادن چی میشه؟ نتیجه این فضا دادن میشه تصویر 4 که دقیقاً میشه 3 ثانیه بعد عکس قبلی که داریم میبینیم که برای اینکه اون بازیکن توپو گرفته چرخیده پاس داده و چون کسی نبوده اون بازیکن رو یارگیری کنه، آشورماتوف قلب دفاع رو ول کرده بدون که پشتش رو مراقب باشه و اون فضای خالی به وجود میاد و بازیکن الوسی که به اون فضا حمله میکنه تو فضای خالی صاحب توپ میشه و توپو در دروازه استقلال قرار میده. پس میگم تیمشون لو بلاکو خیلی لای دفاع میکنه ولی اصلا دفاع غیر قابل ورود کردنی ندارن و میشه بهشون ضربه زد. فقط کافیه که روی کارهای ترکیبی، روی مثلث سازی‌ها، روی پشت به دروازه چرخیدن‌ها، روی این موضوعات دقت کافی انجام بشه. تشریف روی تصویر 5. توی این تصویر می‌بینیم که برای مید بلاکشون توی بازی فولاد برنامه که داشتن بود که یک سیستم جدید استفاده کردن، سیستم 5-4-5-1-4 که حالا 4 نفر اون جلو داشتن فضاها رو می‌بستن و مجبور میکردن فولادو که بزن زیرش، که فولاد هم مثلا کلا همین کارو میکرد، میزد زیرش. اونورم با 5 نفر داشتن دفاع میکردن و اندونگی که هافک فولادو مهار کرده بود. تو تصویر 6 میبینیم استقلال. گفتم یکی از مشکلاتش اینه که وقتی از حالت حمله میخواد به حالت دفاعی شیفت کنه خیلی دیر، کند و بی برنامه و نامنظم این کارو انجام میده. استقلال داره لایه دفاعیشو برمیگردونه ولی کاملا بی‌نظم و پر از فضای خالی برای تیم حریفش که حالا تو این تصویر صالح اردنی هم سر میخوره و توپ وارد دروازه استقلال میشه، ولی خب میبینیم که چقدر کم تعداد و نامنظم دارن برمیگردن به سمت دفاعشون. حالا تشریف بیاریم سراغ تصویر 7. ببین یکی از دلایلی که توی ترکیب اسپویل بشه دیگه، تو ترکیب پیش بینیم از ترکیب استقلال صالح اردنی رو میذارم به جای رامین رضاییان، چون با صالح اردنی اصلا این تصاویر پیش نمیاد یا خیلی کمتر پیش میاد، مثلا وقتی که تو دفاع هستن. تشریف اینو تصویر میبینیم که استقلال توی بلاکه و با 8 نفر داره دفاع میکنه، ولی 8 نفری که کاملا بی‌نظم و سازماندهی نشده دارن دفاع میکنن و سمت راستی که اصلا رامین وسطه و اونور یک فضای کیلومتری ایجاد شده که اگه یه بازیکنی مثل بیفوما یا اورونوف توی اون فضا صاحب توپ بشه قطعاً یه موقعیت گلزنی خطرناک قراره ایجاد بشه. و تصویر 8 این بازی فولاد و استقلاله که میبینیم رامین جا مونده و توی محوطه یک 4-3 اتفاق افتاده، یعنی 3 تا فولادن 4 تا استقلالن و این فاجعه است برای خط دفاعی استقلال. و میگم این لحظات احتمال پیش اومدنش توی دربی خیلی زیاده و ما باید اگر میخوایم که بازی رو ببریم روی استفاده از این موقعیت‌ها، تک موقعیت‌هایی که به وجود میاد خیلی استفاده کنیم و خیلی قدرشون رو بدونیم. مسئله بعدی که باید راجعش صحبت کنیم اینه که سناریوهای احتمالی بازی قراره به چه صورت باشن و بازی به چه شیوهی قراره پیش بره. خب دوستان، توی این بازی 2 تا نکته خیلی مهم هست. اولیش اینه که تیمی که گل اول رو بزنه به نظر من خیلی شانس خوبی برای بردن داره که انشالله خودمون باشیم. چرا؟ چون هر 2 تا تیم توی ضد حمله زدن خیلی تیم خوبی هن. یعنی هم ما با سرعت عمری و میلاد محمدی و علیپور و اورونوف و بیفوما، هم استقلال با کوشکی، با آسانی، با سحرخیزانی که دیدیم تو بازی فولاد چقدر برای خودش موقعیت ایجاد کرد و تونست پشت دفاعشون بدوه و از سرعتش استفاده کنه. و اینکه استقلالی که گل دوم رو بزنه قراره کاملا بره توی لو بلاکش بشینه و همون چشم ببنده به ضد حمله‌اش. پس تا جایی ممکن نباید گل اول رو بخوریم و باید تمام تمرکزمون بذاریم رو زدن گل اول. این از این موضوع. 2 اینکه دربی بازیه که سوای بحث تاکتیکی یک مسئله که خیلی مهمه بحث روحی روانی و تجربه است و این روحی روانی ها در دربی به چه صورت پیش میاد؟ با بردن دوئل های 1 در مقابل 1 برای بازیکن‌ها. اگر بازیکن‌ها دوئل های 1 در مقابل 1شون رو ببرن، تیمشون رو میتونن به سمت برد هدایت کنن و این دوئل های 1 در مقابل 1 توی دربی خیلی مهمه. به نظرم تیمی برنده میشه توی دربی که بازیکناش دوئل های 1 در مقابل 1شون رو بتونن پیروز بشن. این از این قضیه. قضیه دوم اینه که استقلال به نظر من میاد که نبازه و جاشو توی جدول به خطر نندازه.
پس فکر نمی کنم خیلی بیان ما رو پرس کنن یا اینکه اول بازی فشار بذارن و بالا بازی کنن. شاید 3-4 دقیقه 5 دقیقه اول یکم با تعداد نفرات بالا بیان تو زمینمون، ولی روی کردشونه که آروم آروم برن عقب و روی یه ضربه ایستگاهی، روی یه ضد حمله چیزی بخوان به ما زهرشون رو بریزن. و میگم کلا فکر نمی کنم خیلی بیان بازی هجومی رو به نمایش بزنن. اصلا کلا ساپینتو رو به عنوان مربی هجومی آوردن دیگه، ولی تنها چیزی که نشون داده نیست توی این مقطع فصل مربی هجومی بودنه. پس میگم تیمی که به نظرم قرار ابتکار عمل توی بازی دستش باشه ماییم و ما قراره بیشتر به سمت دروازه‌شون حمله کنیم، که حالا با توجه به شرایط جدول هم موضوع منطقیه که ما تیمی باشیم که بیشتر بهشون حمله می‌کنیم. و میگم استقلالم فکر نمی‌کنم تیمی باشه که بتونه زیر فشار حملات ما دووم بیاره، ولی خب لازمه این حملات قدرت خط هافکمون که بتونه توپو حفظ کنه، یعنی که توپای سومو سریع بزنه و بازپسگیری‌های توپو به نفع تیم ما انجام بده. پس خیلی مهمه که خط هافکمون چجوری بازی کنه توی بازی روز جمعه. یه چیز دیگه که می‌خواستم راجع این بازی بگم اینه که با توجه به تجربه‌ای که اینا از بازی جلوی علیپور دارن، فکر نمی‌کنم خیلی خط دفاعشون رو بیارن بالا توی خیلی از دقایق بازی. شاید توی 80 دقیقه از بازی خط دفاعشون رو عقب نگه دارن، چون نمی‌خوان دوباره فراری پشت دفاع علیپور و این دفعه عمری که بهش اضافه شده رو دوباره تجربه کنن و دوباره از این موضوع ضربه بخورن. فکر می‌کنم خیلی دفاع عقب‌تر و سعی می‌کنن یک بازی کاملا منطقی رو از خودشون به نمایش بذارن. یکم راجع به خودمون صحبت کنی و شرط خودمون رو بسنجیم. گفتم مصدوم باکیچ بوده که به احتمال زیاد میرسه، دوست دارم فیکس تو زمین ببینمش. و مسئله دیگه که هست اینه که ما توی این بازی رمز موفقیتمون همونطوری گفتم کارای ترکیبی و قدرت خط هافکمون. اگر ما بتونیم با اعتماد به نفس بالا توی کنارهای زمین کار ترکیبی خوبی انجام بدیم و درست محوطه رو شلوغ کنیم، استقلال تیمی نیستش که توی یک محوطه شلوغ بتونه درست یارگیری کنه و اکت دفاعی مناسبی انجام بده و قطعاً ضربه میخوره. نباید بیگدار به آب بزنیم، ولی نباید شجاعتمون هم توی این بازی کم بکنیم. باید شجاع باشیم، باید بدونیم که تیم بهتر ماییم و تیمی که قراره برنده این بازی باشه هم ماییم. به ما با تفکرمون، اندیشمون و هموغمون راجع این بازی اکثرا مسئله تاکتیکیه، مسئله بازیکن‌ها، این چیزاست، ولی کانال استقلالی سر بزنید یک سر راجع به داوری و اینجور مسائل حاشیه‌ای دارن صحبت می‌کنن. چرا؟ چون 8 سال دربی رو نبردن و از الان دنبال پیدا کردن بهونه برای باختشونن. یه جورایی تو ذهنشون انگار خودشون رو بازنده میدونن. پس ما باید از این موقعیت بهترین استفاده رو بکنیم و سعی کنیم که بهترین محکم‌ترین ضربه ممکنه بهشون وارد کنیم. بریم یکم راجع به داوری هم صحبت کنیم. راجع به داوری تو ویدیو قبلی وقت نشد راجع به صحبت کنم، یادم رفت، ولی اینجا باید بگم من کلا علاقه ندارم راجع به مسائل داوری صحبت کنم، ولی خب الان دیگه میطلبه که واقعا راجع به صحبت بشه. شما اگه چندهای هواداری استقلال رو ببینین میبینین که از یک هفته پیش تا همین الان و قطعا تا روز بازی بیشتر هم میشه، اگه 10 تا پست کار کنن، چه اینستا چه تلگرام، 8 تاش 9 تاش راجع به وضعیت داوریه و دارن راجع به موضوع قر میزنن که فشار رو روی داور بازی زیاد کنن. قطعاً که ما از داوری ها راضی نیستیم، قطعاً که ما خودمون از داوری ها ضربه خوردیم، ولی ما اونقدر دنبال این مسائل نیستیم، ما بیشتر تمرکزمون روی بازی، رو تیممونه. ولی خب میگم چیزی که هست اینه که خیلی دارن به این موضوع دامن میزنن و این قطعاً باعث میشه که توی بازی فشار روی داور زیاد باشه و یه سری سودها از ترس زده نشه، یه سری سودها برای اینکه یه سری‌ها رو آروم کنه زده بشه و خیلی میتونه موضوع نگران کننده‌ای باشه. صحبتی که داره میشه راجع به بازی شمس‌آذر، بازی که کلاتنبرگ گفته که مثلا اون صحنه پنالتی بوده ولی گل شمس‌آذر خطا بوده، فغانی که گفته گل شمس‌آذر خطا بوده پنالتی نبوده، اونور گل پرسپولیس سالم بوده و از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن، از این وضعیت داوری که اگر به ضررمون نبود، اگر به سودمون نبوده به ضررمون هم بوده، یعنی اینجوری باید بگم. ولی
خب میگم این چیزیه که استقلالی‌ها پیش گرفتن. من نظرم اینه که دلیلش میتونه این باشه که توی 6 تا دربی اخیر 4 تاشو باختن، توی 8 سال اخیر دربی نبردن و الان هم فکر نمی‌کنن که میتونن دربی رو ببرن و از الان دارن بهونه میارن، از الان دارن برای شکستشون یه ماله‌ای پیدا میکنن که بکشن روش. اگر الان که وحید کاظمی انتخاب شد قطعا قراره برن ویدیوهای 10 سال اخیرش اشتباهی که توی 100 سال اخیر کرده رو دو ویدیو درست کنن، پخش کنن و بهش اعتراض کنن. اگر وحید کاظمی داور نمیشد، هر کس دیگه داور میشد، هم سناریو همین بود، برای اینکه اون فشار رو روی داور ایجاد کنن. پس قطعا ما هم به عنوان پرسپولیسی دوست داریم داوری باشه که اسیر این شرایط نشه و داوری که اسیر این شرایط نمیشه داور خارجیه. قطعا ما هم دوست داریم برای این بازی داور خارجی انتخاب بشه، چون ما هم دل خوشی از داوری نداریم و مخصوصا از همین داوری که انتخاب شده. نمونهش پنالتی که از ربیخا جلوی سپاهان گرفتن و خیلی نمونه‌های دیگه. و اینجاست فرق تیم لوزر با تیمی که 5 بار پشت هم قهرمان میشه رو مشخص میکنه. بگذاریم راجع به داوری صحبت کردیم، بریم راجع به ترکیب دو تیم. اول ترکیب استقلال حدس بزنیم، بعد ترکیب خودمون رو. خب پیش بینی من از ترکیب استقلال همونطور که رو تصویر می‌بینید آدان در دروازه است. من فکر نمی‌کنم با توجه به عملکرد اخیر آدان و اینکه آدان که اول فصل خیلی روش فشار گذاشته شدن هواداری استقلال، ولی واقعا دروازه بعدی نیست بنده خدا. گلایی که خورده رو خیلی از گلرهای دیگه هم می‌خوردن و بازی آخرام که پنالتی گرفته، فکر می‌کنم با وجود اینکه فرعباسی میرسه بازم آدان فیکس بازی می‌کنه. آدان، آشورماتو، فلاح، صالح هردانی قطعاً، چون اصلا دلشون نمیخواد تو اون فضای سمت اورونوف فضای زیادی ایجاد بشه و بتونه از اون فضا استفاده کنه. قطعاً صالح هردانی رو میذارن که هم توی تیم ملی تجربه روبرویی با اورونوف داره، هم که کلا بازیکن دفاعی تریه. سمت چپشون گودرزی، خط هافکشون گفتم میرسن منیر و احمدی به نظرم و بازی میکنن، یعنی رزاقی یا منیر و احمدی. اگر یکیشون نرسه، یعنی اگر احمدی نرسه اندونگ بازی خواهد کرد. سمت چپ کوشکی، راست آسانی و مهاجم نوکشون هم سرخیزانه. ترکیب خودمون هم پیام نیازمند دروازه، پورعلی گنجی و حسین کنعانی دفاع هامونن. میلاد محمدی، سرجوریه، باکیچ و سروش. حالا من نوشتم باکیچ و سروش، ولی دوست دارم اگر این بازیکن آماده باشن اونی که آماده تره بین این دوتا بازی کنه و جفتشون با هم بازی نکنن. کسی که کنار باکیچ یا سروش قراره بازی کنه من دوست دارم خدابندلو باشه، چون خدابندلو کسیه که اون بازی فیزیکی رو تو بازیش داره، اون دوندگی رو تو بازیش داره، اون کمکی که میتونه با پوشش دادن فضا به تیم بکنه رو بیشتر از این دو نفر تو تیمش تو بازیش داره و فکر می‌کنم توی این بازی همچین بازیکنی بیشتر به دردمون بخوره تا بازیکنایی که پروفایل مشابه دارن. میگم حالا اونجا نوشتم باکیچ و سروش، ولی ترجیح همینه که بین این دوتا اونی که آماده تره بازی کنه و خدابندلو. سمت چپمون اورونوف، سمت راستمون عمری و بیفوما و علیپور هم که مهاجمامونن، که بیفومایی که دوست داره مثل بازی اسحاق خوزستان آماده باشه، پاس گل بده، گل بزنه، حتی چون گفته شادی خاصی هم مد نظر داره، دوست دارم ببینم چه شکلی قراره برامون شادی کنه. و پیش بینیم هم از بازی اینه که ان شاءالله 2-1 بازی رو میبریم، بازی خوب. امیدوارم مصدوم ندیم، محروم ندیم و بتونیم بازی 2-1 ببریم، حالا بیشتر هم گل بزنیم که بهتر. ولی من پیش بینی اینه که بازی 2-1 میشه. شما هم حتما پیش بینیتون تو کامنت ها بنویسین و پیش بینی‌های درست رو قطعا توی ویدیو بعدی میخونم کامنتاشونو، کسایی که درست پیش بینی کردن و هر نظری دارین راجع به دربی رو بنویسین. میام کامنت ها اگه به تعدادی برسه قطعا کامنت ها رو هم توی ویدیوها میخونم با اسم فامیل و هر چیزی که هست، شهرتون، اسمتون، فامیلتون بنویسین توی کامنتتون. و همین بهترین ها رو برای دربی و پرسپولیس در ادامه فصل آرزو میکنم و اینکه دیگه صحبتی نیست. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین و چنل رو ساب کنین، زنگوله رو بزنین که ویدیو بعدی و ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. صحبت دیگه نیست. موفق باشین. خدا نگهدار.